سلام، به کانال خودتون لیمو تیوی خوش اومدین. من غزال هستم و توی این ویدیو قراره ببینیم آیا فیلم Anyone But You یا هر کسی جز تو ارزش دیدن داره یا نه. Anyone But You یا هر کسی جز تو یک فیلم رامکام یا همون کمدی رمانتیک محصول سال 2023 هست با بازی سیدنی سوینی و گلن پاول. در ظاهر زیبا به نظر میرسه و دلایلی وجود داره که چرا این فیلم رو زیر نظر داشتم. اولا بازیگرای خوبی داره و دوم اینکه کلی خبرهای مختلف درباره بازیگرای فیلم گلن و سیدنی میشنیدم که گلن و سیدنی زیادی توی نقششون فرو رفتن و شایع شده بود که با هم توی رابطن و گلن و دوست دخترش حین فیلم برداری این فیلم با هم کات کردن، ولی خب قطعا این هیچ ربطی به چیزی نداره و گلن واقعا بازیگر خوبیه و مشخصا اونا یه مدتی توی شرایط سختی بودن توی رابطهشون، ولی من یه جورایی امیدوار بودم پای این وضعیت به فیلم هم کشیده بشه چون این دوتا بازیگر رو دوست دارم و خیلی ناامید شدم از این فیلم و بعد راجع بهش حرف بزنم. این فیلم داستان دو نفر به نامهای بی و بن رو روایت میکنه که یک شب رو با هم گذروندن، اما در نهایت به خاطر سوء تفاهم نتونستن با هم ارتباط برقرار کنن که باعث میشه که دیگه با هم صحبت نکنن تا اینکه بعد از مدتی هر دو نفرشون به یک عروسی در استرالیا دعوت میشن و میبینن دوست دختر و دوست پسر سابقشون توی مهمونی هم حضور دارن و تصمیم میگیرن تظاهر کنن که مثلا با هم یک زوج هستن و اگه حداقل 5 تا فیلم دیده باشین میتونین حدس بزنین که آخر این فیلم چی میشه. چیزی که باعث میشه رامکام واقعا خوب از آب در بیاد کشش و وایب بین دوتا بازیگرای اصلی فیلمه و اینو فهمیدیم رابطه گلن و سیدنی انقدر باورپذیر بوده که باعث پخش شدن این شایعه شده، اما من یه لحظه ارتباط و کشش بین این دو نفر رو باور نکردم. گلن مثل همیشه عالی بود و اون یکی از جذاب‌ترین بازیگرهاست که در حال حاضر توی این صنعته و حتی نشون داده که کمدی خوبی داره هم توی این فیلم هم توی هیتمن، پس اون قطعاً گزینه مناسبی برای رامکام به حساب میاد. خب بریم سراغ اجرای سیدنی سوینی و بعد بگم نه، بذارین اول اینو روشن کنم. من واقعا از سیدنی سوینی خوشم میاد و به نظرم یکی از بهترین بازیگرای یوفوریاست و خودشو توی فیلم ریالیتی هم ثابت کرده. درسته یه جاهایی توی فیلم بود که کمدی خوبی رو ارائه میداد، مثل صحنه دستشویی و صحنه هواپیما نزدیک شروع فیلم، اونا خوب بودن، ولی همه چیز بعد از اون و هر لحظه دراماتیک نزدیک آخر فیلم این حس رو میداد که سیدنی اهمیتی به فیلم نمیده و حتی دیالوگاش حسی رو منتقل نمیکنه و اصلا توی هیچ صحنه خوشحال به نظر نمیرسه. درسته بدترین اجرای دنیا رو نداره، اما انگار نه انگار داره نقش اول رو بازی میکنه، اونم توی فیلمی که انقدر وابسته است به این نقش. البته من فکر نمی کنم داستان این فیلم بده، درست قابل پیش بینیه، اما اونطوری که فیلم میخواست داستان رو بیان کنه واقعا ناخوشایند بوده. توی این فیلم تنها بخشی که منو گرفت صحنه تایتانیک بود و باعث شد نقشه اصلی به هم نزدیکتر بشن و اون صحنه به نظر شیرین، مسخره، آبکی و باورپذیر بود. دقیقاً همون چیزایی که از یک رامکام انتظار دارم. هر چیزی به جز این رو که دیدم اینطور به نظر می اومد که انگار چند تا بچه مدرسه‌ای توی بدن آدم بزرگا گیر افتادن و وقتی از دور بهش نگاه می‌کنی کل این فیلم مجموعه‌ای از درست ارتباط نگرفتن نه تنها باعث میشه رابطه‌شون خسته کننده بشه، بلکه کوچکترین مشکلاتی که باهاش مواجه میشن میتونست خیلی راحت حل بشه با حتی یک توضیح کوچیک و این ارتباط نگرفتن درست یا سوء تفاهم ها اصلا منطقی نیست و درست فیلم های رامکام معمولا منطقی نیستن، اما من به یه چیزی احتیاج داشتم که حداقل شده یه ذره هم بهش اهمیت بدم و حتی کمدی این فیلم هم چندان خوب نبود، انگار شاهرمه نویسنده قسمت های کمدیشو نوشته. دیالوگ ها تاریخ گذشته است و اصلا به گفته شخصیت ها نمیخوره. نمیدونم شاید من زیاد دارم قور میزنم، اما به نظرم کمدی این فیلم واقعا خسته کار شده و به خودم میگم قطعا بهتر از اینم میتونستن کارشون رو انجام بدن. نمیخوام بگم حتما یه چیز بی‌نقص میخواستم، اما حداقل دوست داشتم جذاب باشه. درسته بازیگرا جذاب بودن و سینماتوگرافی بد نبود و آهنگ فیلم هم خوب بود، اما Anyone But You یا هر کسی جز تو باعث شد که هیچی حس نکنم. خب نظر نهاییم اینه که این فیلم ارزش دیدن رو نداره. اگه واقعا هیچی ندارین ببینین و این فیلم داره توی تلویزیون پخش میشه در اون صورت حرفی نمیشه زد، اما اگه نظر واقعی منو میخواین الکی حجم اینترنتتون رو هدر ندین. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین.
نظرتون راجع به این فیلم رو حتما برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.